بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على حجة للناس وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را آغاز کنیم، اولا در ابتدا با شما یک جای دعا میکنیم و بعدا ان شاء الله موعظه امروزه را پیشنهاد شما میگردانم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. پروردگارا، ما از تو علم را میخواهیم که با منفعت باشد. خدایا، ما به سوی تو دعا میکنیم که برای ما دلهای ترسننده به سوی خودت بگردانی و خدایا به سوی تو دعا میکنیم که برای ما رزق حلال نصیب و روزی بگردانی و خدایا به سوی تو دعا میکنیم که تا که زبانهای ما را یاد کننده به سوی ذات خودت بگردانی و خدایا به سوی تو دعا میکنیم که از همه بیماری ها این جمعیت ما را شفای کامل نصیب و روزی بگردانی. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من لسان لا يذكر و من قلب لا يخشع و من بطن لا يشبع. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا در هر یک قدم هایی که در این روز جمعه برای ادای نماز گذاشتیم، خدایا ثواب کتابت کنی و جمیع سیئات این جمعیت ما را مغفرت بنمایی و خدایا این جمهوری ما را باز هم آباد و زیبا بگردانی. یکدیگر فهمی را، صلح و امنیت را پایدار در این جمهوری ما نگه بداری و خدایا سرور دولت ما را هم که برای آبادی این حکومت، این جمهوری سعی و کوشش دارد، خدایا ایشان عمر دراز و تن صحت و در جمیع کارهایش خدای مهربان برار نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، جمعه گذشته ما و شما در اطراف یک موعظه خیلی مهم بودیم که این موعظه برای ما و شما خیلی ضرور هست و باید که از این موعظه، از تحلیل این آیت، ما و شما عبرت خیلی بلند را با نصیب شویم. این موعظه ما و شما 5 صفت مؤمن است که الله این را در سوره انفال برای ما و شما اعلان کردگی هست که الحمدلله که ما و شما در اطراف یک صفت این مؤمن که ترس الله بود کمی صحبت کردیم.
و باقی این باز 4 صفت دیگری برای مؤمن لازم است و گفته گذاشتیم که هر یک مؤمنی که دارای این 5 صفت نباشد ایمان او ایمان کامل نیست.